فستیوال امروزه افتابک بخشیده شده است به روز حفظ کودکان که در تمام دنیا سنه یکم جشن گرفته می شود و ما تصمیم گرفتیم که گروه تشبسکار در شخصیت گنجینه عظیمووا نماینده منیجر مهمانخانه گراند خوجند، دیرکتوری رستوران عمر خیام، اسوسیاسیون ترقیات سیاحی درخشان در شخصیت جمشید یوسفوف و من مؤسس برند منیر اوخلووا تصمیم گرفتیم که چنین فستیوال تشکیل کنیم برای بچگان و آن همه فوندهایی که مبلغ‌هایی که جمع کرده میشوند روانه کرده میشوند برای دستگیری کودکان معیوب که سندروم داون دارند. تشکیلات نظری دیگر آنها را دستگیری میکند. من اسرائیل و آزاده مادر قدرت و پریوش از ناحیه دیوشید می باشم. من 3 سال پیش با تشکیلات نظری دیگر همراهی هستم. من با دخترچه‌ام فخر می کنم. من در صنف 7 می خواند. من خودی که در 9 سال این جانب با همین کودکان امکاناتش محدود کار و فعالیت می برم. دخترچه‌ام در صنف 7 با کروجاک‌های رقصی با محفل‌های رقصی کروجاک تحصیل می کند. من خیلی خرسندم. در کانون عطیف ابراهیم جان عزیز قمری، من امروز چهاربینی من از تشکیلات نظری دیگر و از همه نام مادران و همین تشکیل کنندگان رحمتی به خودم را بیان میکنم. بچه‌های ما را دستگیری کردم و با آن رحمت‌های کلان